سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا کانال سینمالوژی و من احمد هستم. در خدمتتونم با اپیزود 0 که شامل معرفی این کانال. سوال اصلی که در این کانال ما راجبش با هم گفتگو میکنیم در واقع اینه که محتوای خوب چیه و متعلق به کیه؟ آیا محتوای خوب متعلق به خواص و اقلیت، نه تماشاگر عمومی و یا اکثریت؟ اینی که میگن ماهیت واقعی سینما سرگرمی، نه مفهوم و پیام. درسته یا غلط؟ ماهیت هنر در ادبیات، هنرهای بصری یا موسیقی با واقعیت هنر در سینما متفاوته یا خیر؟ ما قراره توی این کانال در مورد این موضوع با هم گفتگو کنیم. واقعیت اینه که هر چیزی که دریافت میکنیم بعد از دیدن فیلم، در واقع همون برداشت سطحی فیلم و سرگرمی ما همون کار اصلی فیلمه، یا فیلم باید مثل یک کوه یخ باشه که دارای عمق و زوایای دریافتی دیگه‌ای هم باشه. این هم زاویه دیگه‌ای از گفتگوی ما در سینمالوژیه. بیایم مثالی رو با هم بررسی بکنیم و تفاوت در واقع ساخت فیلم برای سرگرمی و فیلم هایی که در واقع درگیر اون زاویه عمیق و مفهومی نیستند رو بررسی بکنیم. با این مثال، مولانا فردوسی برای چه کسانی شعر گفتند؟ داستایوفسکی و چخوف کار رو برای در واقع چه اشخاصی انجام دادن؟ ارسطو، افلاطون، هگل، نیچه، پاسکال، همه این آدم‌ها اون پیامی رو که می‌خواستن به مخاطبشون برسونن، اولا برای چه نوع مخاطبی گفتن و دوما سطح مخاطب رو در نظر گرفتن یا نگرفتند. ما قرار اینجا در مورد فیلم‌هایی صحبت کنیم که دقیقاً سطح مخاطبی در نظر گرفته شده که دنبال مفهومه، دنبال یه سری زاویه‌های جدیده، یه سری پرداخت کردن به موضوعات جدیده و دوست داره که یک مقدار از سرگرمی فراتر بره و وارد مفاهیم عمیقی در سینما بشه. این گفتگوها رو در سینمالوژی با هم خواهیم داشت. و سوال مهمتر اینه که آیا میشه اثر هنری خلق کرد که اون مفاهیم و پیام‌های عمیقی که گفتیم رو از اون در واقع هنرمندان ادبی بزرگمون که نام بردیم یا فلاسفه، میشه چیزی خلق کرد که برای همه قابل فهم باشه و همه بتونن اون عمق رو در واقع دریافت بکنن؟ واقعیت ماجرا اینه که در طول تاریخ و از زبان بزرگان تاریخ اینجوری بوده که ما هر چقدر به سمت محتوای عمیق تر میریم، جذابیت و سرگرمی اون کمتر میشه. یعنی هر چقدر بخوایم صحبت جدی تری بکنیم، جذابیت و سرگرم کنندگی اون کاسته میشه. حالا یک مرز باریکی بین این دو مقوله وجود داره که یک سری از هنرمندان ما و یک سری از افرادی که در واقع توانمند بودن در طول تاریخ تونستن این مرز باریک رو حفظ کنن، هم جذابیت کار رو بتونن داشته باشن و هم مفاهیم عمیقی رو بتونن منتقل کنن. این دوتا رو در ادغام هم در یک اثر هنری در طول تاریخ برای هنرمندان مختلفی میبینیم که خب خیلی شاخصه و ما سعی میکنیم توی سینما همچین آثاری رو پیدا بکنیم
و راجع به اونها با همدیگه صحبت بکنیم که جذابیت‌های بصری رو داشته باشن و سرگرم کننده باشن، در کنار اون عمق و مفهوم رو هم بتونن حفظ بکنن و ما وارد بحث‌های مفهومی اون بشیم. یک سوال دیگه که معمولاً مخاطبین سینما رو در واقع درگیر میکنه اینه که مگر سینما برای سرگرمی نیست؟ این دقیقاً ادامه همون بحثمونه و من در ادامه مثالی که در قبل داشتیم مثال دیگه میزنم. چون موسیقی یک فولکلوره پس بتهوون نباید به اون عمق برسه، یا چون شعر برای لالایی و نوای کودکانه بوده پس شکسپیر یا مولانا نباید به اون عمق شعر میگفتن، یا چون نویسندگی برای داستان سرایی و سرگرمی بوده همینگوی و هسه نباید به اون سطح از عمق در داستان نویسی میرسیدن. خب این اتفاق دقیقاً داره توی سینما میفته. خب ما انتظار سرگرمی و جذابیت‌های خاص خود سینما را از سینما داریم، ولی انتظار مفهوم، عمق، پیام رو هم باید داشته باشیم و همه اینها رو در آثار مختلف سینمایی اینجا با هم بررسی می‌کنیم. به این مطلب توجه داشته باشید که در واقع ما فیلم ها رو به دو دسته سرگرم کننده و فیلم هایی که حالا هم سرگرم کنندن، هم جذابیت خاص خودشون رو دارن و هم درگیر مفهوم هستن تقسیم کردیم که یک سری از فیلم ها طبیعتاً جز این دو دسته نیستن و فقط قراره یه سری مفاهیم و پیام داشته باشن که اصلا ممکنه جذابیت خاصی هم درشون وجود نداشته باشه. هیچ کدوم از این دسته ها برتری خاصی به دسته دیگه نداره، صرفاً ما این تقسیم بندی ها رو انجام میدیم به خاطر اینکه کار ما بیشتر با دسته دومه. در واقع این تقسیم بندیه، یعنی فیلم هایی که هم جذابیت دارن و اون هنرمند که فیلم رو ساخته تلاش برای جذابیت کرده و هم درگیر مفاهیم عمیق هستند. بحث بعدی ما اینه که ما توی این کانال، یعنی سینمالوژی و من احمد که در خدمتتون هستم، بحث ما توی این کانال و گفتگوی ما بیشتر درباره هنر سینماست نه صنعت سینما. معمولاً درگیر اون بخش صنعتی سینما نخواهیم شد و صحبت‌هایی که می‌کنیم توی بخش هنر سینماست. ممکنه یک گریزی به بخش صنعت سینما هم بزنیم توی یک سری از تحلیل‌های سینماییمون، ممکنه راجع به ابزار صحبت بکنیم، ممکنه راجع به یه سری تکنیک‌ها صحبت بکنیم، ولی عموم صحبتمون در ارتباط با مفاهیم و هنر سینماست که اونها رو قراره ما بالا پایین کنیم، با هم گفتگو کنیم و پرداخت در واقع گفتمانی راجبشون انجام بدیم. قسمت‌های مختلفی که قراره از این کانال در واقع شنیده بشه به این صورت هستن که معمولاً هر کدوم از قسمت‌ها به صورت اپیزودیک با نام یک فیلم هستند و اون فیلم رو قراره مورد بررسی قرار بدیم. حالا در اپیزودهای آینده ممکنه به غیر از فیلم مثلا وارد بخشی بشیم که بشینیم کارهای یک کارگردان رو تحلیل کنیم یا حتی کارهای یک بازیگر رو بخوایم تحلیل بکنیم یا وارد موارد دیگه‌ای بشیم، ولی فعلا ما اپیزودها رو با نام فیلم‌ها خواهیم دید و با هم اونجا گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که این کانال بتونه فضای خوبی برای گفتگو در رابطه با هنر سینما رو برای شما ایجاد بکنه. حتما از نظرات شما استقبال میشه و خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و راجع به موضوعی که در واقع الان توی اپیزود 0 مطرح کردم با هم بیشتر صحبت بکنیم تا بتونیم خط مشی قشنگتری برای گفتگوهامون داشته باشیم. امیدوارم که از گفتگوهای آینده هم لذت ببرید. ممنونم که همراه من بودید. من احمد هستم و اینجا سینمالوژی.